دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. خب دوستان، توی این ویدیو همینطور که از تایتل ویدیو هم مشخص هست، قصد دارم به شما یک آموزش خیلی حرفه‌ای رو توی زمینه گوشی بدم و شاید خیلی مثلا موارد باشه برای شما پیش هم اومده باشه که شما شماره یک نفر رو توی گوشیتون دارید، ولی خب براتون بر طریق جای سوال باشه که آیا اون طرف مقابل هم شماره شما رو ذخیره کرده توی گوشیش یا نه. امروز میخوام این قضیه رو با هم دیگه بررسی کنیم و یک راه کاملا عملی و حرفه‌ای رو پیش بریم تا به نتیجه برسیم. و قبل از هر چیزی هم بهتون بگم دوستان که با استفاده از این روش شما هیچ گونه نیازی به هک کردن و دستکاری خاصی یا اینکه خدای نخواسته فکر کنید این ویدیو فیک باشه هم چیزی وجود نداره. کاملا عملی و قانونی شما میتونید متوجه بشین که آیا اون شماره که شما ذخیره کردید اون طرف مقابل هم شماره شما رو توی گوشیش داره یا نه. پس با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، با ادامه ویدیو در خدمت شما هستیم. قرار شد که با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که آیا شماره‌ای که شما روی گوشیتون ذخیره کردین طرف مقابل هم همین شماره شما رو داره یا نه دوستان. خب برای انجام این کار شما در وهله اول دوستان نیاز به یک نسخه غیر رسمی از تلگرام دارید تحت عنوان تلگراف. احتمال هم داره که بسیار از شما با این نسخه از تلگرام یا همون تلگراف آشنایی داشته باشید دوستان. من لینک دانلودش از گوگل پلی توی دسکریپشن همین ویدیو قرار دادم. پس دوستان اولین مرحله چیه؟ میرید تلگراف رو دانلود و نصب میکنید. دومین مرحلهش دوستان اینه که اون طرف مقابل شما با حتما اکانت تلگرام داشته باشه. خب باید اکانت تلگرام داشته باشه تا شما بتونید اینجا اونو چک بکنید که آیا شماره شما رو توی گوشیش ذخیره داره یا خیر. خب بعد از اینکه اومدید و این برنامه تلگراف رو نصب کردید، توش لاگین کردین، چیکار میکنید؟ این مداد رو میزنید این پایین، میرید تو قسمت مخاطبین دوستان. خب الان این شماره که من باهاش وارد در واقع برنامه تلگراف شدم دوستان، شماره‌ای که تقریبا کسی رو نداره و با استفاده از این من معمولا وصل میشم به در واقع اینترنت و به عنوان وای فای استفاده میکنم. به خاطر این شخص زیادی شماره رو نداره. حالا چطور متوجه میشیم؟ گیریم که اون طرف مقابل ما تلگرام هم دارد. چطور متوجه بشیم که آیا شماره ما رو ذخیره کرده یا خیر؟ دوستان ببینید توی لیست مخاطبین اسکرول میکنید. خب شماره‌ای که اومده باشه و در واقع اسم شما رو توی گوشیش ذخیره کرده باشه، یعنی همین شماره‌ای که الان با این اکانت تلگرام وارد شدید، اگر این شماره رو ذخیره کرده باشه، روبروی اون شماره اگه دقت کنید آیکونه که دو تا آدمک، درسته؟ اگر کنارش بود این چیزه مثلا به این معنی که اونم شماره شما رو ذخیره کرد. این یه نفر تا اینجا، درسته؟ که شماره منو ذخیره کرد، در واقع این شماره رو ذخیره کرد. میریم آخر لیست و من بررسی کنم. گفتم که این شماره من کمتر کسی داره دوستان. خب یکی دیگه هم اینجا پیدا شد، درسته؟ این دو نفر. پس دوستان اگر که اون طرف شماره شما رو ذخیره کرده باشه، یه آیکون به شکل دو تا آدمک کنار اسمش سمت راست نشون داده میشه. امیدوارم که این ترفند به درد شما خورده باشه، کاملا عملی، کاربردی و قابل استفاده. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه لطفاً بنده رو با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایت کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار دوستان.